الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی. قبل از همه در آغازی صحبت از پروردگار تمام خوشی ها و آسودگی ها، عزت و برکت و سعادت ابدی را با دعا از پروردگار التجا میکنم همیشه سربلند و با عزت و سعادتمند باشید. موضوع امروزه ما در باره نقش ارزش‌های اخلاقی در تحکیم وحدت ملی هست. حالا چرا ما این موضوع را انتخاب کردیم؟ به خاطری که ما چند روز قبل جشن وحدت ملی داشتیم و چرا ما وحدت ملی را جشن میگیریم یا که در موضوع وحدت ملی یا در تحکیم وحدت ملی صحبت میکنیم؟ به خاطری که این یکی از بزرگترین نعمت‌هایی هست که با واسطه این آرامی و با واسطه همدیگر فهمی و با واسطه همدلی و با واسطه آرامی و آسایشتگی، این همه ما خانه خود را آباد و بین افراد عائله اخوت و محبت و دوستی و ده و کشور و وطن عزیز خود را آباد کرده ایستادیم. همین وحدت ملی است. ما باید شکرگزار باشیم، پروردگار را شکر بگیم که آرامی هست که هر روز کشور پیشرفته ایستاده است، کشور باز هم آرامتر شده ایستاده است، کشور باز هم آبادتر شده ایستاده است، کشور از همه جهت پیشروی دارد. حالا ببینید الحمدلله مسجدهای پر از نمازگزار، مسجدهای آباد و آزاده و تازه و پاکیزه و این همه از نعمت یعنی برادری و از نعمت وحدت ملی و اخوت و همدیگر فهمی و همدیگر قدرکنی هست. هر جایی که وحدت ملی باشد، هر کشوری که آرام باشد و تمامی قوم و جمع اون کشور دست با هم بدهند، همدیگر فهمیشون باشد، همدیگر قدرکنیشون باشد، حتمی تمام خیر برکت الهی وجود دارد. و در تمام معامله چی دایره خرد چی دایره وسیع، اگر بین مردم احترام باشد، تمام خیر برکت الهی در اونجا می باشد. حتی ببینید که در همون دایره خردی زن و شوهری، پیامبر علیه السلام میگویند که عایشه ان الله یعطی باللطف لا یعطی بالعنف، میگوید که عایشه پروردگار خیر و فیض و برکتش رو با اون زن و شوهری که نسبت که همدیگر مهربان هستند میدهد. هرگز بین زن و شوهری که بدخواهی و رفتاری دغلانه و نسبت همدیگر بدخواه باشند، هرگز در اون دایره خرد بین زن و شوهر هیچ وقت نه فیض و نه برکت، نه عزت و نه سعادت، هیچ چیز نمی باشد. حالا ببینید یک دایره خرد بین این جفت در نتیجه چی خیر برکت و کامیابی و سعادت به وجود می آید؟ در نتیجه مهربانی، در نتیجه احترامی طرفین. وقتی که طرفین هم دیگر رو احترام میکنن، تمامی خیر و فیض و برکتی الله سبحانه و تعالی در زندگی هر دو طرف، این جفت زن و شوهر، تمامی خیر و فیض و برکت الهی با وجود می آید. انسان است که با نیتش و با عمل و کردار و رفتارش خیر و برکت الهی را برای خود جلب میکند.
یا اینکه با بدخواهی‌هایش، با بدرفتاری‌هایش، با بدکرداری‌هایش، با بدخواهی‌هایش تمام نحس و کسرتی و کثافتی و بی‌برکتی رو برای خود جلب می‌کند. حیات، زندگی، تجربه اثبات کردگی است که هر انسانی که خیرخواه باشد پروردگار با اون تمام خیر برکتش رو میدهد. حالا ببینید یک آیه مبارکه آشکار و روشن. پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ قوم و جمعی رو به عزت و سعادت و کامیابی و پیشروی و ترقیات نمیبرد، نمیرساند، مگر اینکه اون قوم و اون جمع، اون ملت و اون دولت، اون ملت هایی که در این دولت یا در اون سرزمین و کشور و وطن زندگی میکنن عزت و برکت و سعادت خود رو بخواهند. ولی کی نمیخواهد؟ همه میخواهد، لیکن خواستن در اینجا مهنت زحمت میخواهد. خواستن در اینجا مهنت زحمت میخواهد. حالا این دوستی بین اکا و دادر، بین پسر و پدر، بین خویش و اقربا و صله رحم، بین قوم و قبیله و دهه و دیگر، بین هموطن و هموطن و دیگر، این همه فقط با آرزو با وجود نمی آید. این خیر برکت اونیه که پروردگار میگوید که پروردگار هیچ کسی رو تغییر نمی دهد مگر خود عزت و برکت و سعادت خود رو بخواهد. با چی؟ با آرزو کردن نی، تنها با آرزو کردن نی، با مهنت و زحمت. بین اکا و دادر ناجوری ها و ناسازی ها می شود. در حال گذشت کردن. گذشت یعنی چیزی میدهی، چیزی میگیری. انا همون اکاداداری، دوستی و محبت و اخوت رو از بری بعضی مال و اموال و بعضی منفعت‌هایت میگذری که بعد اون برادری و اخوت و دوستی به وجود بیاید. این اخوت و دوستی و برادری با آرزو کردن به وجود نمی آید. به خاطر که این فیض و خیر و برکت الهی و عزت و سعادت دنیا و آخرتی پروردگاری رو کسب کردن هر مؤمن باید مهنت کند، زحمت بکشد، صرف کند، خرج کند. حیات از زندگی است. یکون ناجوری و ناسازی که به وجود آمد و صرف خرج کند تا اینکه این مشکلی رو برطرف کند. خب با چی باشد؟ سخن باشد، خب با مال باشد، خب با تحفه باشد. خب حالا میبینید که بعضی جنگی و قهری ها با خرج و صرف اندک برقرار نمی شود. صرف و خرج خیلی زیاد می خواهد. مسلمان باید که دریغ ندارد. مسلمان باید این صرف و خرج رو دریغ ندارد. صرف کند، خرج کند تا اینکه اون اخوت و محبت و دوستی و برادری رو پابرجا مستحکم برقرار کند. این است گفته پروردگار که پروردگار میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو تغییر نمیدهد مگر اون انسان یا اون قوم یا اون ملت، اون دولت یا اون اکا و دودرو و دیگری که هست یا زن شوهری که هست، اینو به سعادت نمیرسند مگر مهنت کنن، زحمت بکشن، صرف کنن، خرج کنن، تلاش کنن. در نتیجه پروردگار باید اون خیر و برکت اخوت و دوستی رو، فیض و خیر و برکتش رو برای انسانی تلاش کننده برکتش رو میفرستد. برکت این در امر پروردگار است.
پروردگار اگر امر کند پس اون برکت می آید. اگر پروردگار امر نکند یا امر به نشدنش کند، میلیون مهنت و زحمت بکشد انسان هیچ به دست نمی آید. شب و روز اگر سعی و تلاش کنید به دست نمی آید. دیدیم انسانایی رو که یک زمان یک وقتی خیلی موفق و کامیاب و سعادتمند و صاحبکار موفق بودن، با اعتراف خودشون گفتن که ما از حد گذرانیدیم، ما اسراف کاری کردیم، ما از حد زیاد کبر و غرور کردیم، مغرور شدیم، خدا ناکام کرد. همون انسانی موفق است ولی هیچ نیست که آبش رنگ بگیرد، همون انسان است لیکن دیگر هیچ کارش پیش نمی رود. برای همین انسان برای که ناکام نشود هیچ وقت باید مغرور نشود. این بسیار مهم است، خصوصا اگر صاحب کارهایی که شما تماشا داشته باشید یا اونایی که فعلا این برنامه رو دیده ایستاده اید یا رو رفیق و دوست و اکا و دادری صاحب کار دارید، منصبدار دارید، وظیفه‌دار دارید، ثروتمند دارید، حتمی بفرستید. انسان خصوصا در نظر مسلمان هیچ وقت با هیچ نعمتی باید مغرور نشود. هر انسانی که مغرور شد ناکام می شود. باید مسلمان مغرور شدن هر نعمتی که نباشد، چی وظیفه باشد، چی ثروت باشد، قوه بازو باشد، چی قوت و خیرت و عقل باشد. بعضی انسان‌هایی هستن که خیلی عقل فعال دارن، بایگری ذهنی وسیع دارن. نباید این بایگری ذهنی وسیع یا زیاد اونا رو مغرور کند. هر نعمتی که اومد باید که مسلمان این نعمت رو به صاحبش، به خالقش چکار کند؟ نسبت بدهد که این هذا من فضل ربی، این از فضل و مرحمت پروردگارم هست که به من عطا نموده است، چه علم باشد چه عقل باشد. ولی نمیبینیم بعضی انسانی که عقل ندارند و بیچاره آواره و سرگردانند یا به بیماری به عقلی یا دیوانگی مبتلا هستند. کیم چه هایی میگویند. برای همین ما در اسلام حدیثی صحیح داریم از پیامبر علیه السلام، میگویند که هر وقت بیماری رو دیدید، هر وقت مبتلایی رو دیدید، هر وقت ظالمی رو دیدید، هر وقت مغروری رو دیدید، بگید الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حمد و ثنا پروردگار رو که من رو ظالم نکرده است، ظالم نیستم. حمد و ثنا پروردگار رو که من رو بیمار نکرده است، که بیمار نیستم، الحمدلله سالم هستم. معیوبی رو دیدید، حمد و ثنا و ستایش و همه تعریف و صفت پروردگار رو که من رو معیوب نکرده است. حمد و ستایش و صفت و تمام تعریف پروردگار خالق رو که من رو مغرور نکرده است. تمام خصلت زشتی رو که میبینید، حتی بیماری که حالا اون از امکانیت اون انسان بیرون هست، از اختیار اون انسان، از اختیار هر بیماری این یا مبتلا شدن به بیعقلی دیوانگی، یعنی از اختیار بیرون هست. برای همین باید بگویی که شکرانه پروردگار که من رو به بیماری مبتلا به بیعقلی نکرده ای، من رو مغرور نکرده ای، من رو ظالم نکرده ای، من رو معیوب نکرده ای، من رو ناکام نکرده ای.
در نتیجه اون نعمتی که هست و گذشته از این بسا نعمت‌های زیادی برایم عطا نموده ای. وقتی که اعتراف میکنی که پروردگارا نعمت زیادی به من داده ای، باز مغرور نیستم. نعمت زیادی به من داده ای که باز ظالم نیستم. نعمت زیادی به من داده ای که باز معیوب نیستم، بیمار نیستم. این همه نعمت رو دویم مسلمان باید به زبان بیارد، تلفظ کند و از پروردگارش شکرگزار باشد. در نتیجه هیچ وقت اون نعمتی رو که دارد پروردگار از او نمیگیرد، دایم میباشد. من یک مثال عادی بگم که حالا چگونه نعمت از انسان نمیرود. حالا مسلمانی که از جوانی، ما الحمدلله داریم خیلی جوانی برومند، لیاقتمند، خیلی ذهنی فوق‌العاده، خیلی ثروتمند، همیشه دستگیری میکنن، نیازمند، بیچاره، قرضدار، معیوب، یتیم، این همه رو داریم این گونه و داریم در برابر این انسان‌های مغرور که صاحب 4 سوم پول شد بعد دیگه عثمان سوز میدهد. بعد میبینید که توپ هفته دیگه هیچ خسته نمیتواند. برای همین یعنی من چرا به این خصلت‌های انسانی رفتم؟ چرا که این همه خصلت‌هایی هست که انسان این خصلت‌های زشت رو از خود دور کند. تمام خصلت اینه که این انسانی و مسلمانی رو یعنی چیکار کند؟ به خود جلب کند، مهنت کند. حالا آداب و اخلاق خیلی مهنت زحمت میخواهد. آداب و اخلاق مهنت زحمت میخواهد. بعد نگفتن، دشنام ندادن، حقارت نکردن، کسی رو تحقیر نکردن خیلی مهنت میخواهد، زحمت میخواهد. اونایی که دهانشون بقلب و همیشه دشنام و دیگر ببینید، یعنی حتی در همون خانه خود بغض و دشمناگری و دیگری در قلب رو فلج میکند، قلب رو بیمار میکند. ولی وقتی که در جوانی شکرگزار و خیرخواه هست، بعد 100 ساله و 130 ساله رو هم دیدیم. وقتی که با اون میشینید صحبت میکنید، چنان منتدار، چنان خوشنود، چنان روزی، در حق همه دعای خیر و برکت میگوید، از همه خوشنود و خوشحال است، به همه دعای خیر و برکت میگوید. حالا من میگید بابا کو بگی مرحمت یگون چی؟ ای بچه ما میقه خوردیم که دیگر حد اندازه نداره، ما به حد زیاد خوردیم، شما بگیرید مرحمت. ولی نیم پیاله شوربو خوردن نمیتواند. یکی از کجا این همه قناعتمندی و روزی و خوشنودی و خوشحالی؟ بخاطر از جوانی مهنت زحمت کشیده است تا اینکه در پیری خور نشود. تکیه و توکل و امید بپر، نیت نیک، قلب صاف و پاک و تکیه و توکل و امید و تمام عملش به خاطر خدا، تمام عملهای انجام دادنش به خاطر خدا و همه تکیه و توکل و امیدش به پروردگار. پس پروردگار بنده امید کردنش رو هرگز ناامید نمیکند. برای همین میبینید که در این سن 130 سالگی خوشنود، خوشحال، راضی، الحمدلله یکیش رو با 130 ساله صحبت میکردم، میگم که من میگم که اللهم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین، دویم در حق یعنی جمله مؤمنین و مسلمین دعا میکنم. در حدیث در روایت اومدگی هست کسی که با چند نفری که دعا میکنه، چند نفری رو دعای خیر و برکت میگوید، به عدد همون نفر رو پروردگار به همین دعا کننده خیر و برکت، اجر و پاداش، ثواب و قناعتمندی و روزی و خوشنودی و خوشحالی میدهد. بینندگان عزیز گرامی،
پروردگار این دنیا رو امتحان قرار داده است، هیچ ذره ای رو به حساب نمیماند. حالا ببینید پروردگار میگوید که چیز فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر به مقدار ذره چه اگر نیکی کرده، پروردگار این ذره شما رو میگیرد، جمع میکند، جمع میکند، زیاد میکند، و صاحبش بر میگرداند. حالا با اون اندازه‌ای که انجام داده است بر نمیگرداند، جمع میکند، جمع میکند، زیاد میکند، پس بر میگرداند. اگر به هر یک نیکی ما رو به همون نیکی به اندازه خودش بید. حالا همون ذره نیکی یعنی ذره‌چه یعنی چی؟ ذره‌چه‌ای که به چشم دیده نمیشد. پس معلوم میشه که یک نیتی نیک. نیتی نیک. نیتی نیک که میکنید اون رو به چشم دیده نمیشد. نیت است، لیکن پروردگار همون نیتی نیکت رو اجر میدهد. حالا همین نیتی نیکی رو که یک نیتی نیک است یک اجر بدهد. پس اگر فردا روز قیامت هم حالا 100 سال عمر دیدید، بگید پروردگار بگید که شما 100 سال عمر دیدید، 100 سال نیکی کردید، 100 سال منش در عوضش برای شما جنت میدهم. بعد چی؟ بعد گجو. پس معلوم میشه که پروردگار ذره رو میگیرد، جمع میکند، ضم میکند، زیاد میکند، چند برابر میدهد برات. و این همه نیکی رو انسان نیکی‌هایش رو میبیند و خدا نشان ندهد وقتی که انسان ظلم میکند، ستم میکند، جبر میکند، فریب میکند، فند میکند، این هم به نتیجه نیست. ما داریم انسانهایی که در پیری باز چنون خار و ذلیل و زیر پا هستند. چرا؟ حالا همونی که میبرن میپرتوین در بیشای خونه و یگون گو رفته خبر میگیم ماما جان چی شدی؟ چند فرزنده؟ 6 فرزند. یا تقا یا امک چی شد؟ چند فرزند؟ 5 فرزند. فرزندو خبر میگیرن نی؟ و چرا فرزندو خبر نمیگیرن؟ ای دملو که نپرس دیگه بلوش خودن. خب علتش در چی هست؟ خب بعد که از تگ دلش که در آمدی بعد میگه خیک دملو رست بگون در وقتی توانمندی و دارندگی و دیگر یک فسق فجور و حرام و حراج اسراف و دیگر رو از زن و از فرزندو بالا دونستیم، حالمون همیشه یا ظلم کردیم با زن و فرزند و دیگر حالا دیگر آوردن پرستان سراغمون نمیکنیم. در آرزوی دیدار فرزند نبیره هستیم، نه فرزند میبینیم نه نبیره رو میبینیم. خدا نشون ندهد. برای همین انسان باید که با انصاف زندگی کند. انسان باید مسلمان باید با عدل انصاف زندگی کند. چرا که به انصافی ظلم و ستم صاحبش را خار میکند. حالا من گفتم که چرا به این خصلت‌ها ما رفتیم؟ وقتی این همه خصلت‌های بدی که هست سبب نااستواری کشور میشود، سبب ناکامی افراد جامعه میشود. وقتی که افراد جامعه ناکام باشند این یعنی ما دیگر یعنی اون وطن رو چی خیر برکتش میموند؟ خیر برکتی اون کشور، هر وطن و هر کشور خصوصا وطن کشوری ما خیر برکتش و کامیابی و موفقیت و همه در چی هست؟ در کامیابی افراد این جامعه که هیچ کس ناکام نباشد، همه موفق باشد. حالا همه موفق میگیم، بعضی گوه میبینیم معیوبه هست. پروردگار این معیوب رو میارد، یک نفر یک کودک رو یتیم میکند، شاید 1000 بنده اش رو امتحان کند. این همه امتحان است. یا یکی رو معیوب میارد
پدر و مادر، اکا و دودر، خویش و اقرب و قوم و جمع، همه رو امتحان میگیرد. با یک معیوب ممکن تا 100 تا 1000 تا زیاد تا میلیون ممکن امتحان میگیرد پروردگار. برای همین ما در روایت حدیث قدسی هست که پروردگار الله سبحانه و تعالی فردا روز قیامت میگوید که من نادار بودم چرا با من کمک نکردی، من یتیم بودم چرا سرم سیله نکردی، من بیمار بودم چرا عیادتم نکردی. انسان در دهشت میماند، میگوید پروردگارا ما در اون دنیا امکانیتی دیدنی شما رو نداشتیم، امکانیتی دیدنی تو رو نداشتیم، امکانیت نداشتیم که ببینیم ذات پاکت رو. چگونه بیمار و یتیم و نادار و دیگر قرضدار می بودی؟ پروردگار در جواب میگوید که فلانی از شناسا و پیوندانت یا که اهل و قبیله معیوب بود، ها بود، چرا یک بار خبر نگرفتی اون رو، کمک نکردی؟ از نزدیکانت قرضدار بود، چرا اون قرضدار رو کمک نکردی؟ بود کم بیزاعت بود، چرا کمک نکردی؟ از پیوندانت بیمار بود، چرا یک بار نرفتی عیادت کنی؟ پس اگر این همه میکردی، مثل این که من رو عیادت میکردی، مثل این که من رو کمک میکردی، مثل این که سری من رو سیله میکردی، حالا که رحم کردی، الراحمون یرحمهم الرحمن، پروردگار بر رحم کنندگان رحم میکند و با اونهایی که رحم نمیکنند رحم نمیکنند. خدا اشکر و روشن میگوید. برای همین ما این خصلت رو میگیم به خاطری که از زشتش دور باشیم، از نیکش یعنی بهره‌مند باشیم تا اینکه کامیاب و موفق و وحدت ملی ما برقرار باشد. علیکم سلام. ارزش‌های اخلاقی چیست؟ چرا اخلاق نیک برای جامعه مهم است؟ سلامت باشید. سلامت باشید. اخلاق نیک یعنی چی؟ پیامبر علیه السلام میگویند که چیز؟ افضل الناس انفع الناس. هر چقدر که منفعتناک شدی همون قدر خدا رو شکر بگو که من بنده دوستداری پروردگار هستم. این رو میگن اخلاقی نیک، اخلاقی حمیده. و اخلاق حمیده داشتن یعنی چی؟ آرامی جامعه، استواری و مستحکمی جامعه، یعنی تحکیم وحدت ملی. همه افراد جامعه خاطر جمع آسوده زندگی میکنن. خدا نشان ندهد حالا اگر یک ظالمی، یک اوباشی، یک بدرفتاری، یک بدکرداری اگر در خانه یا در محل یا حتی در جمهوری غارتگری اگر با وجود بیاید، همه پریشان است، همه در تشویش است. یعنی اخلاق نیک، حتی پیامبر علیه السلام میگن که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یکی از هدفهای اساسی که پروردگار من رو از بین انسانیت بشریت انتخاب اختیار کرد، همچون خبر رسان، همچون رسول، همچون پیام رسانی پروردگار به انسانیت بشریت، این چی هست؟ یکی از هدفهای اساسی این به کمالات رسانیدن آداب و اخلاقی انسانیت بشریت است. آداب و اخلاق. حالا با ادب رو گفتن که ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. دیدم که هر نفری رو میبیند نش میزند مثل کژدم. در چشمم قبیح بود، اون رو نکردم. حالا دیدم بعضیایی که دشنام میدهند از اون قبیح هست. دیدم که قبیح هست، انجام ندادم. حالا بعضیایی دیدم که فتنه‌گری میکند و بالاخره خودش چاهکن میگن زیر چاه. در چاه کنده خودش میرود میافتد. نکندم چاه.
ولی یکی از صحابی‌ها میگه که لولا الاسلام لمکرت مکرا لما طاقت العرب. اگر از خدا نمی ترسیدم، از عذاب قبر نمی ترسیدم، این همه آگاه نمی بودم، فتنه هایی می کردم که عرب طاقتش رو نمی کرد. اسلام، اگر اسلام نمی بود، لمکرت مکر و حیله و فتنه می کردم که عرب طاقتش رو نمی کرد. ببینید چقدر کشورها سوخته ایستادن از مکر و حیله و فتنه و نیرنگ، همون فتنه‌گران و بدخواهان و نیرنگ بازینگران که با جان انسان ها، با جان انسان، با جان عزیزی جوانان بازی میکند. هزارها جان عزیزی جوان رو طمع و چیز قربانی بدخواهی خود میکند. در اینجا باید که جوانان هم آگاه باشند که فریفته یعنی همون گروه های بدخواه هم نشوند، گروه های افراطی. لبه. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال داشتم. حالا بجون. در قرآن کریم درباره وحدت چی تعلیم میدهد استاد؟ قرآن عظیم شان، قرآن کریم چی توصیه؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ سلامت باشید. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه استعینوا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شما بر اسم پروردگاری چنگ بزنید، همه متحد باشید، سرجم باشید، دست به هم دیگر بدهید. در اصطلاح مردمی خودمان میگوید همه از یک گریبان سر بردارید، یعنی همه سرجم باشید، متحد باشید. ولا تفرقوا، هرگز تفریق انگیزی نکنید، فتنه انگیزی نکنید. تفریقه و فتنه و اختلاف و نزاع تمام خیر و برکت پروردگاری رو از بین میبرد، چی در دایره خود چی در دایره وسیع. پس میگوید این همه خصلت‌های نیک رو در زندگی عملی کنید تو اینکه سعادت دنیا و آخرت رو برایتان بدهم. اور اونجا ما گفتیم که پروردگار میگه که ان الله استعین بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو تغییر نمیده، به سعادت نمیرسوند مگر اون انسان سعی کند، تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد. پروردگار این دنیا رو دنیای زحمت و مهنت و عبادت و مشقت آفریدگی هست. برای همین هر چقدر که مهنت کردی باز مهنت کن، هر چقدر که مونده شدی باز مهنت کن. نگو مونده شدم، خسته شدم، بس است. در این دنیا بس گفتن نیست. 80 ساله، 90 ساله، 100 ساله گفتم دیروز اومد پیش من. 100 ساله هم باشی به قدر توانت حرکتی انجام بده. این حرکتت رو پروردگار قدر میکند و برایت عزت و برکت، سعادت دنیا و آخرت میدهد. اولوی چشم دیده میبردارد. برای همین مردم ما میگن که آخه بچم تجربه دارو انسانایی که کامیاب و موفق حکمت زندگی رو درک کردن، اونا چی میگن؟ میگن بچم خدا گفته است از تو حرکت از من برکت. حرکت کن، هیچ وقت بیکار نشی. بیکاری بیماری هست. جوان خصوصا بیکار نشینی، تو نیم روز خوب نروید، این کلا دیگر کار نمیکند. سیستم این عقل و ذهن و فکر و یعنی چیز اندیشه و حزم و درک و فهم در سحرخیزی است. سحر بر وقت بخیزید، وظیفه و جوی هم کار ندارید، یک تمرین و مشق بدن گرم کنید. همون عقل میگوید خداوند روانت میکند که برو فلان 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 کارهای نیک رو انجام بده تا اینکه من برکتت بدهم. تو نیم روز اخور رفتی کلا کدوری دم کردگی، دیگه اون عقل کار نمیکند، عقل فعال نمیباشد، عقل کرخت است. بیکاری بیماری هست جوانای عزیز، بیکاری بیماری هست.
حالا در دهات الحمدلله باعث افتخار است. دهها از دهها به من پیامک روان کردن که حضرت در همین موضوع عبودکاری و دست جمعانه انجام دادن کارهای خیر یک پیامکی برای اهل و دهه ما تا اینکه باز هم فعالتر باشند. حالا در دهه جای زندگی میکنید، اگر وظیفه و منصبی ندارید، در همون کارهای خیر سر بر وقت خیستید بگید که انشالله من همین روز میروم، همین روز من میروم در چند کاری خیر، یعنی چند در همین کارهای خیر جمعیتی فعالانه کار میکنم. باور کنید پروردگار هم رزقت رو هم میدهد، هم آبرویت میدهد، هم روزی میشود که یکون شرکت اداره کارخانه میگه هم فلانی بسیار در کارش، در فکرش، در عزم و ارادهش خیلی قوی و استوار و مستحکم است. بگذار همون رو من چیکار کنم، با کار قبول کنم. برای این پیامبر علیه السلام میگه وقتی کاری رو کردید با تمام توانت انجام بده، با تمام توانت انجام بده تا اینکه پروردگار با تمام اجرش برایت بدهد. وقتی که انسان هر چیزی که هر قابلیت فعالیت ذهنی یا که حسی که هنر دارد انجام میدهد با کمال توانش، پس پروردگار اون رو قدر میکند و برای اون همون بزرگترین اجر رو میدهد، بلندترین اجر رو میدهد. حتی ببینید میگه که پیامبر علیه السلام میگن که وقتی که شما جنت میخواهید جنت الفردوس رو بخواهید. جنت الفردوس بلندترین مقام در جنت است، فردوس. اون رو بخواهید، برای اون تلاش کنید. اگر اون سزاوار شدید الحمدلله، نوری علی نور. اگر اون هم که سزاوار نشیدید، پایانتر هم که باشد از فردوس هم که پایانتر باشد، جنت است، در راحت هستید، عذاب نمیبینید، رنج نمیکشید. یکی بگید خیلی اگر کش بیرونشتم که باشم، نه بیرونش میبینید دیگرش. همین باید که مسلمان صادق باشد. مسلمان حالا گفتیم که چیز از جوانایی که حالا از بی‌فکری، از بی‌اندیشگی و بی‌پرواگی به گروه‌های افراطی میروند. همین گروه‌های افراطی ببینید، من گفتم همین قوای بدخواه از یک تجارتی که درآمدش هنگفت است، بیشمار هست. چی هست؟ همین جنگا هست. یک کشور رو ناآرام میکنن گروه بدخواه، یک کشور رو ناآرام میکنن، صدها جوانای بی فرهنگ بی تجربه رو فند فریب میدن. یک مسلمانی و انا دیگه نشون میدن که بیرق و صلا و ریش و دیگر بیچاره فکر میکنند که اسلام انا همون است، مسلمان همون است، من میرم جون خود رو برای همونو قربانی میکنم. پس میرد میبینه که گپ دیگر است و کار دیگر، دیگه نمیدونه چیکار کنه، هم دنیا و هم آخرتش رو برباد میدهد. برای همین تمام گروه های افراطی رو قوهای و ابرقدرت ها سوء استفاده میکنن. احتیاط باشید جوانان عزیز، احتیاط باشید، قسم به پروردگار احتیاط باشید، دنیا و آخرت خود رو برباد ندهید. تمام گروه های افراطی رو همون گروه های بدخواه، همین گروه های بدخواه اصلا در اصل مسلمان هم نیستن، برای منفعت خودشون یک کشور رو ناآرام میکنن، فتنه به خون و خاک میکشن، تمام دارندگی بالای زمینی زیر زمینی اون کشور رو غارت میکنن میبرن. و دیدیم یک تنی، 2 تنی، 10 تنی، 15 تنی. چرا عبرت نمیشود؟ اسلام میخواهید، خدمت دین میخواهید، خدمت اسلام و مسلمین میخواهید، در همون کشور خود، از همون خانه خود آبادکاری و اخوت و محبت و دوستداری و رحم و شفقت رو از اهل و خانواده خود، دهه خود، ولایت خود، کشور خود آغاز کنی، عملی کنی. پروردگار
سعادت دنیا و آخرت رو برایتون میدهد. با مسلمان کشی، با انسانی بیگناه کشتن هیچ وقت جنت رو به دست آوردن نمی شود. جوانای عزیز، خصوصا ما چرا جوانان رو بسیار خطاب به جوانان میکنیم؟ به خاطر اینکه جوانان تجربه حیاتی زندگی رو ندارن، زود فریب میخورن. حالا پشخری اویله های جوان میگیم در زن و شوهری، چرا پشخری اویله های جوان زیاده است؟ به خاطر اینکه تجربه ندارن. با هر یک چیزی نوچیزی پوچی به هیچی نزاع و خرخشه و غوغا و دعوا و دیگر جدایی. بعد پشیمان که چرا کردم دیگر پشیمان، یعنی پشیمان شده رو دیگر هیچ سودی نیست. برای همین کاری نه عاقل کاری نمیکند که پشیمان شود. عاقل، انسان عاقل باید کاری نکند که پشیمان شود. خداوند عزوجل همه ما و شما رو کامیاب و موفق کند و وحدت ملی ما رو استوار مستحکم همیشه نگه بدارد. دینداری ما، آداب و اخلاق ما، سعادت دنیا و آخرت ما در آرامی ما و در آبادی و در وحدت ملی ما هست. خداوند عزوجل این نعمت بزرگش رو برای همه ما همیشگی بگرداند و همیشه این وطن عزیزی ما همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده باشد. از خداوند عزوجل تمنا میکنیم که این پیشروی ها و ترقیات های مادی و معنوی، دینی و دنیویش همیشه باشد و پروردگار باز هم پیشوای ملت رو در تمام کارهای خیر که ما خوب میدونیم، من از نزدیک میدونم، حالا در جلسه های حکومت می نشینم، هر ماه در جلسه های جنبستی ماهانه هستم، گوها در روش بردن جلسه اعضای حکومت، یعنی بعضی مسائل رو میگن که همین مسئله در ذهنم اومد، شب خوابم نبرد. تشویشی فقط در فکر مردم، در فکر وطن، در فکر آبادی و در فکر آرامی. این است نعمت الهی. با این نعمت الهی رو با دست دندان مستحکم بگیریم تا اینکه دنیا و آخرت خود رو آباد کنیم. موفق و سربلند و سعادتمند باشیم.